اکنون هنرنمای تیمور رحیموف ورزشگر 23 ساله تاجیک با جداگی سفید است از سمت چپ تصویرهای ما. او در مقابل اریک ابراموف ورزشگر آلمانی قرار میگیرد. ورزشگر آلمانی 21 سال دارد. او نیز یکی از جوانها است. یوگن اسمالین، این واسیل اسمالین معذرت، این داور درجه المپی از فدراسیون روسیه قوازمایی پهلوان ما را در برابر حریفش داوری خواهد کرد. این است ورزشگر 23 ساله تاجیک، یکی از ورزشگران ناماشنا. اون که 47 رقابت دارد در صحنه رقابت ها که 25 مراتب پیروز شده است. این هم اریک ابراموف ورزشگر 21 ساله آلمان که 19 رقابت دارد که 10 پیروزی در کارنامه‌اش دارد. تیمور رحیموف با جداگی سفید در فرم ایدئالی خود قرار داشت در مرحله مقدماتی رقابت ها. اکنون ببینیم در مرحله نهایی که برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش میکند، روش های معمولی یا همان صنعت گوشتین والای خود را به چه شکل استفاده میکند. در صنعت گوشتین بندهای فاخر میداند تیمور رحیموف به ویژه در بخش سراپا از همان اصولهای ضربه آیی و نکات حساس که وقت حریف تعادلش در یک پایش است، تیمور رحیموف میتواند اون را خوب به نشان بگیرد. با این روش بارها پیروز شده است و اگر تواند نشان بدهد همین هنری والای اصول ضربه آیی با پای را، پس در اینجا هم موفق خواهد شد. زیدی حمله میکند تیمور رحیموف با یک اصول یا فنون معمولی پای که به هدف بود از سوی ابراموف و فرصت خیلی زیاد هست. امروز در مرحله ریپچه یا همان قوازمایی های تسلا بخش تیمور رحیموف با یک هلوک بسیار جذاب بود دیدنی همان فنون بین پا حریف خود از فنلندیا را بسیار جذاب به تخت پشت افکنید و باشد که چنین پرتاب‌های جذاب و دیدنی را با هم ببینیم. به همین ترتیب تیمور رحیموف برای گرفتن آن گرد واسیل یوگنی با کی کارد زرد نشان میدهد با سبب کمکاری با تیمور رحیموف، اما ما کمکاری را ندیدیم. او هم فعال بود سمت چپ حریف، گریبان سمت راست حریف را با دست چپ و دست و تا ماینگه اینجا موفقیت آمیز نخواهد بود برای ابراموف. اگر پای خود را کشیده گیرد تیمور رحیموف در حالی که به سر سینه حریف را نفسگیر میکرد موفقیت آمیز بود. در بخش نواز یا همان اصول های کار در زمین دو دقیقه و 20 ثانیه تا انجام دقیقه های معمولی موفق می شود تیمور برای جفت گریبان حریف را گرفتن. فقط حمله به سمت پای چپ، چون همین قسمت رقابت بود یا در همین بخش سراپا بود که در رقابت گذشته موفق شد تیمور رحیموف. فرصت هست بخشی سراپا، ولی وزری هست یا نه؟ ولی وزری شد، اما فرصت هست دوستان عزیز. هنوز به امید هستیم. ببینید در بخش بالای شانه کار کرد ورزشگری آلمانی، ولی این باعث نگرانی نیست چون که فرصت هست تا انجام وقتی اساسی. تیمور رحیموف همان فرم ایدئالی خودش را اگر امروز برای حریف بکشد، همان قدرت و متانت، پس میتواند یک وزری را جبران کند. زیدی حمله و چیمتا و ببینید بچیسان قریب بود که به وزری حریف جواب بگرداند، ولی دست حریف ببینید بچیسان به بالای تته میافتید. بسیار زیبا اجرا کرد اما دست حریف را نتوانست که کنترل کند. هنوز وزری نیست. اگر از قسمت سر آستین حریف با دست راستش میقپید طبیعی بود که این اوچیمتا یا همان فنون سر و پا به مورد شود بار دیگر و یک
اما وزاری عوضات ایپون با سوی ابراموف باز یک مدال برنجی دیگر از مشتی دستانی تیمور رحیموف درآمد. ببینید با چه شکل دو بار توانست که همان موقع پرتاب کردن سراپا با فنون زیبا را اجرا کند، ولی زیدی حمله چی ایلاج. ورزش است، بدون باختار را تصور کرده نمیشه. در گرند اسلم جایی که رقابت ها بسیار حساس و حل طلب هستند، همه ورزشگران سیاره با تیاری جدی با مشق و تمرین های سنگین تا این رقابت ها می آیند. جایی که قبل از برگزاری بازی های المپی این رقابت ها بسیار حساس هستند. تیمور رحیموف و اگر می توانست مدال برنجی بگیرد پس نخستین مدال برنجی می شد، ولی این اریک ابراموف بود که از گرند اسلم ها همکنون نخستین مدال برنجی را به دست آورد. رقابتش مشکل گذار بود، اگرچه سخت بود، ولی ببینید هر دو هم سری سینه می زدند، ولی فنون پرتابی در این قسمت از رقابت ها بر سود ورزشگر آلمانی بود. اریک ابراموف ببینید پرتاب اولش به این شکل صورت گرفت، چون قسمت دست حریف رو به دست چپش بسیار خوب قپیده بود، همون گود یا کومیکاتا، و همچنین به دست راستش نیز همین ترتیب وزاری اول صورت گرفت و در وزاری دوم باشد زیدی حمله کرد. تیمور رحیموف در حالی که میخواست اجرا کند، ولی تعادل تیمور رحیموف برهم زده شد و اوچیماتا که در مد نظر داشت رقم نخورد. این اصول را قبلا خوب اجرا کرده بود، ولی این مرتبه موفقیت آمیز نبود. ولی به هر حال بسیار شانسی خوب شد که تیمور رحیموف باز حدود 260 امتیاز دیگر به بالای امتیازات المپی خود جمع کرد و در رده‌بندی یا ریتینگ موقع او بالاتر خواهد رفت و شانسی کسب سهمیه بازی های المپی برای تیمور رحیموف خیلی خوب خواهد شد. ببینید دست چون رها شد، به همین ترتیب گویم یک مدال برنجی از مشت تیمور رحیموف در همین رقابت ها درآمد. وگرنه بسیار شانسی خوب داشت، چون دستی که نقش مؤثر بازی میکرد در تناسب غالبیت آن دست را رها داد، دیگر مدار کشیدن آن دست را نکرد. ببینید چون دستی چپ رها شد، وگرنه کار احتمالیت و دیگر سود گشتن را داشت، یعنی کار بر نفع تیمور حل می شد اگر کنترل دستان را خوبتر میکرد. یک رقابت دیگر مانده دوستان عزیز تا پایان گزارش مستقیم ما از جریان رقابت های روزی سیوم